چگونگی زکات در هر گرم طلا؟ قرار است که براتان از دیزاین های جدید صحبت کنیم. عیار 18 ساخت وطن خودمون. یک 13 گرم 113 گرم طلای عیار 18 باید داشته باشن و یک سال ازش گذشته باشه که از او زکات بدن. چقدرش باز باید زکات بدن؟ 3.5 4 گرم میشه باز 3 الی 4 گرم. بله 7 8 دلار بالا رفت اونس جمعی 5280 روپیه بود، امروز از 5400 روپیه. دیزاین جدیدش است، گل متفاوت، پشتشون ببینین برس و بسیار یک ساخت ظریف داره. نرخی که خودت میگی پایین‌تر از نرخ سرای است. ما نظر به نرخنامه تقریبا 300 الی 3.5 افغانی تخفیف میدیم برای مشتری. یک گل کاملا متفاوت داره دوستان. وزنشان زیادتر معلوم میشه، بسیار مقبول، گوشوارهایشان بسیار مقبول است، بسیار تیپ خوبشان داره و سبک هستن اینا. بالا اینا در وزن در مقاومت چیزای هیچ بسیار راحت هستن. بله که یک چیز متفاوت هستن. نه همیشه پوش است، همیشه پوش هستن. مهمانی روزمره اینا استفاده کنید میتونن و استیلای عام محفل باشه، مهمانی باشه، هر چی که باشه شما میتونید استفاده کنید. دختر خانمایی که کار میکنن ماهانه از ماش خود میخواین طلا بخرن، باز برشان اینا بسیار خوب است، قیمتای مناسب داره، ظریف است و دختران است. بسیار عالی. چگونگی زکات در هر گرم طلا؟ سلام و درود خدمت شما وطندارای خوب نازنین، انشالله که صحتمند و سلامت باشین. شما معصومی از پنجره افغانستان در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید. باز هم نظر به تقاضای خود شما عزیزا آمدیم به گلبهار سنتر و زرگری گوهر. قرار است که براتان از دیزاین های جدید صحبت کنیم. عیار 18 ساخت وطن خود ما و همچنان در پهلویش که بسیاری از هموطنای ما خصوصا خواهرای ما خارج از کشور هستند در مورد زکات طلا پرسان کرده بودن. در این برنامه ان شاءالله بیننده باشین، معلومات کافی در موردش می داشته باشیم که در چقدر وزن طلا شما باید زکات بکشین و چقدر باید باشه. بیننده باشین و لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. وطندارای خوب نازنین، قسمی که براتون گفتم اومدیم به زرگری گوهر و ارسلان جان با ما هستن. سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدید. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند؟ سلامت بخیر باشین. شما خوب هستین؟ بخیر باشین، تشکر. چطور است ارسلان جان؟ بازارا چون نزدیک عید اومد یک ذره جمع جوش زیاد میباشه؟ بالا نزدیک عید شدن میگیره چون محفلای اینا شروع میشه. بازارهای ما شکر خدا خوب است. خدا را شکر. وطندارای عزیز، قسمی که در ابتدای برنامه براتون گفتم که قرار است در مورد زکات طلا صحبت کنیم، چون بسیار یک موضوع مهم است و اکثریت کسا معلومات ندارن. شخصا خودم نمیفهمم که در چند گرم طلا آدم باید زکات بده. از خودت میشنویم. در دین اسلام به خاطر زکات دادن یک دو مسئله است که باید او مسئله تکمیل شه، باز میتونه زکات بر اون نفر فرض میشه. اولی که باید مقدار در حد معینش باید برسه که 85 گرم طلای 24 است. طلای خالص. بله. بسیار خوب. دیگه شرطش هم است که از این 85 گرم یک سال گذشته باشه بدون اینکه ازش مصرف شده باشه. و در این صورت بالای او شخص زکات فرض میشه. و در هر عیار فرق میکنه دیگه؟ بله. در عیار 18 113 گرم 113 گرم طلای عیار 18 باید داشته باشن و یک سال ازش گذشته باشه که از او زکات بدن. چقدرش باز باید زکات بدن؟ در 85 گرم یعنی باید 2.125 گرمش باید زکات بدن. 2.125 گرم طلای 24. بسیار خوب. طلای 18 طلای 24 2.125 میلیون باید زکات بدن. و به 18 باید چقدر زکات بدن؟ در 18 یک 3.5 4 گرم میشه باز. 3 الی 4 گرم. بله. زیادتر میشه نسبت بله.
ایار 24. طلای 18 شون ما در پاست چنج میکنیم. بعد از او چقدر که از 85 گرم فکس اگر 85 گرم آمد 2.125 گرمش باید زکات بدن. بسیار خوب، بسیار عالی. و در ایار 21 باز؟ در ایار 21 96 گرم است. 96 گرم طلا باید باشه. بله. بسیار خوب. یک موضوعی که میگن مثلا کسی که باید زکات بده باید خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، آیا این درست است یا خیر؟ در خانه موتر زکاتش فرق میکنه، زکات طلا فرق بسیار. میکنه یا زکات نقده فرق میکنه، کدامش حکمش فرق میکنه. باید پیش یک ملا برن، اگر سرمایه دارن باید پرسان کنن، نظر به مو زکاتشون باید در ماه رمضان داده شود. مثلا یک نفر از طلا داره به می حد که شما گفتید، بله. و ازش یک سال هم تیر شده، بله. ولی در خانه کرایی زندگی میکنه، سر اونم زکات میشه بس؟ زکاتشان باید بده. او طلای زکات خودش میده، طلای از طلا را از فقط طلا را میده، میده بله. فقط. او ارتباط به دیگه چیز نداره. بسیار عالی است. ان شاءالله که دوستا سوالتان حل شده باشه. یعنی طلایی که شما دارین در هر عیار به وزن معینش برسه و یک سال از او گذشته باشه، با شما به مقداری که ارسلان جان گفتن میتونین که زکات شه بده. بسیار خوب. خب درباره طلا گپ بزنیم. در این روزا پایین و بالا شده یا خیر؟ طلا امروز تقریبا نظر به دنیا روز 7-8 دلار بالا رفت. اونس جهانی 5280 روپیه بود، امروز از 5400 روپیه. 5400 دلار. بله، 31 گرم و 15 میلیون میشه. بسیار خوب است. دوستا یعنی طلا اما قسمی که ما در برنامه قبلی گفته بودیم در بلندی است که استاستا رفته میره. در آزمانت همیشه بالایی است. در برنامه قبلی گفتیم که شانس خوب است، باید از این شانس ها استفاده کنن. پس دیدیم که در نرخ سابقش پس آمد طلا. اما خوشبختانه در طوله افغانستان ما کدام تغییرات بسیار تغییراتی که در اونس هست در طوله ما قدر نامده. واجه خوشبختی همی است که در افغانستان همون طلایی را که در هر جای جهان برین قیمت تر است، در افغانستان ارزان تر است. امروز 18 عیار 8350 افغانی است. ساخت وطن. بله دوستا، ساخت افغانستان. خوب که پس از بیننده باشین. قرار است براتون دیزاین‌ها رو معرفی کنیم، ما رو همراهی کنیم. وطندارای خوب نازنین، رسیدیم به بخش معرفی که قرار است براتون سیت معرفی کنیم. در این قسمت 2 دانه سیت است. البته امی سیتای دامنی که زیاد در این وقتا هموطنای ما، خواهرای ما خوش میکنن، دیزاین جدیدش است، گل متفاوت. پشتشان ببینین برس و بسیار یک ساخت متو ظریف داره که وزنش فکر کنم که مناسب تر است. وزنش بله، اینا به عموم 18 الی 25 گرم وزن داره. بسیار خوب. این یک وزن می‌خورین ارسلان جان؟ وزن خود سیت 15 گرم میه. همراه گوشوارش یک 18 گرم میشه. بله دوستا، 15 گرم براتون نشان میدم. در 15 گرم این قسم یک سیت مقبول میتونین که خرید کنین. چقدر میشه قیمتش ارسلان جان؟ 1,5300 افغانی. و با دلار؟ دلار امروز 65,800 است. نظر به 2-3 روز 134 افغانی بالا رفته. 2285 دلار. 2285 دلار. نرخ دلار گفتین چون چند روز پیش، هفته پیش بسیار پایین آمده بود دلار و دوباره پس بالا رفته. امی تحولاتی که در جهان در روزهای اخیر رخ میده، تاثیرات بالای طلا داره یا خیر؟ ما شما یک جنگ جهانی سوم ندیده بودیم، اونم شاهد شده روان هستیم دیگه. در کشورهای اسلامی بدبختانه تماما جنگ است فعلا. تغییرات در طلا آمده، در دلار آمده، در تمام جنس ها فعلا آمده روان است. بازم هنوزم تکرار میکنم بهترین فرصت است باید طلا خریداری کنن، در نقده هیچ وقت نمانن. در طلا مفاد میکنن، مصارف خانواده خود میکشن، یک روز بعد میشه، یک روز که احتیاج میشه، بهترین چیز است. وقت باز طلا بهترین واریانت است به خاطر استفاده امروز. بله واقعا دوستا، کوشش کنین کسایی که پول دارن از اینکه پول نگاه کنن، یا بخصوص دلار که معلوم نیست چی و خوب قیمت میشه چی و ارزان میشه، خوب است که بیاین طلا بخرن. کاغذ است. امروز فکر کنید 60 روپیه بود 65 روپیه شده. یک روز دیگه ببینیم 30 روپیه 20 روپیه میشه. هیچ کس چیز نمیفهمه. یعنی هیچ چیزا باز همیشه بلندی خود داره. بله طلا خب
معلوم دار است که طلاس از 20 سال پیش تا امروز چقدر بسیار نرخش تفاوت بالا آمده. رفته. بله بسیار خوب دوستای سیتام براتون معرفی کردیم. البته دو دانسکی شما میوزن است دیگه، بله هر دوش عین وزن هر است. دوش این وزن است و گلایشان یک چیز تفاوت داره. یک گل دیگه هم اینجا داریم. این هم از گل دیگهش است دوستا، ببینید اینا تماما امروز در دسترس ما قرار گرفته. کاملا تازه رسیدن. بسیار عالی. اینو وزن کنین ارسلان جان. این هم 15 گرم میه. 15 گرم. بله. امرای گوشواره. همراه گوشوارش 18 گرم میشه. 18 گرم. بسیار. دمون پیسه دمون خانه میشه. یک شاید 1,70,000 یا 80,000 شد. بله. بسیار عالی. و سیت بعدی رو بر ما نزدیک بیاریم که یک چیز فکر کنم وزنش زیادتر است. بیبش تماما سیتای جدید خودم به معرفی میگیریم. سیتا است که دوستا گلایشان فرق میکنه. دیزاین یک دیزاین است ولی گلایشان فرق میکنه. قسمت های زنجیرش تفاوت های خود داره. چقدر از وزن هستی؟ همچنان دوستا این قسمت هم گوشوارش است. این 28 گرم میه. 28 گرم. بله. همراه گوشواره؟ همراه گوشواره یک 31 گرم میشه. 31 گرم. بسیار خوب. چقدر میشه؟ ضرب 8350 افغانی میکنیم. 31 گرمه 2,58,850 افغانی میشه. بسیار خوب. در دلار 3,933 دلار. 3,933 دلار. نرخ امروز ارسلان جان گفتین که 8,300 است. بله. اکثریت هموطنای ما از روی نرخنامه میبینن نرخنامه که سرای اعلان میکنه. بله. نرخی که خودت میگی پایینتر از نرخ سرای است. ما نظر به نرخنامه تقریبا 300 الی 3,500 افغانی تخفیف میدیم برای مشتریای خود. کارخانه از خود ماست، مصرف حجره و چیزا مربوط خود ما می باشه، از دست دو نمیگیریم. از این خاطر در ماه مبارک رمضان 3,500 الی 400 افغانی برایشان تخفیف میدیم. بسیار خوب که پس دوستا کسایی که میخواین طلا بخرن یک فایده که ساخت وطن خریداری میکنین، اقتصاد کشور توسعه میشه و عیار اژده که هیچ نقص نداره و در پهلوش زرگری گوهر به مناسبت ماه مبارک رمضان و آمدن عید قرار است که برای شما ازا 300 الی 350 افغانی در هر گرم تخفیف بدن. البته نظر به نرخنامه. نظر به نرخنامه. بسیار خوب. سیت بعدی رو برای ما ارسلان جان نشان بدین. این سیت هم گل دیگه هست. بله از آقای سیت بایی گل براتون معرفی میکنیم که اینی یک منزل، دو منزل و همراه دامنش تقریبا 3 منزل است که وزنش برای ما ارسلان جان میگن که چقدر است. این از گوشوارش است. 21 گرم میه. 21 گرم. بله. بسیار خوب. تنها خود سیت. همراه گوشوارش یک 23 یا 24 شاید. 24 گرم احتمالش هست شود. بسیار خوب. ضرب 8350 افغانی میکنیم 2,400 افغانی. بله دوستا 2,400 افغانی میشه که سیت مکمل همراه با گوشوارش 23 یا 24 گرم است. به دلار چند میشه ارسلان جان؟ 3,045 دلار. 3,045 دلار. بسیار عالی. از این سیت ما 115 گرمش داشتیم باز کم وزنش مشتری های ما خواستن. در برنامه قبلی که براتون معرفی کرده بودیم دوستا که نمی گلش ماشاءالله اینقدر کلان بود که تقریبا 115 گرم بود. بله. و این خردترش است که آماده کردن. بله این نمی خودش است دوستا. ببینید یعنی شما هر سفارشی که داشته باشین انشالله که آماده میشه. به مو گل، به مو ظرافت ولی وزن کمتر. چقدر است وزن عزیز؟ این هم از گوشوارش است. 31 گرم. 31 گرم. بله. که همراه گوشواره دیگر چقدر میشه؟ گوشوارش رو وزن کنیم. همراه با گوشواره 36 گرم. 36 گرم. تقریبا هم 5 گرم 4 گرم گوشوارش میاد دیگه. بله.
3 لک و 60 افغانی. 3 لک و 60 افغانی. 3 لک و 60 افغانی. باز به دلار چند میشه؟ 4568 دلار. بله دوستا، 4568 دلار. سیت مکمل همراه با گوشوارش. و ایام از سیت بعدیش که در این قسمت است. یک گل کاملا متفاوت داره دوستا. وزنشان زیادتر معلوم میشه. بسیار مقبول. گوشوارش هم بسیار مقبول است. بسیار در رنگ خوب جور شدن اینا. گرچه 18 هستن رنگشان بسیار خوب است. عیار 18 در رنگ 24 ساختن شکم مشکل است نظر به 21، اما خوشبختانه حالا ما دیگه هیچ مشکل نداریم در رنگ دیگه. ماشاءالله. اینو وزن کنیم. در رنگ روزگولد یا رنگ اصلی خودش هم خواستن مشتری های ما، باز ما آماده برای باشه. رنگ اصلیش هم براشون جور میکنیم. بسیار خوب. 40 گرم، بله 41 الا 40 گرم و میه. همراه گوشوارش میشه 46 گرم. 46 گرم. بسیار خوب. قیمتش چند میشه ارسلان جان؟ 3 لک و 84100 افغانی. 3 لک و 84100 صد. افغانی. بسیار خوب. 5837 دلار میشه. بله دوستا، 5737 دلار. سیت مکمل که 46 گرم وزنش است. بسیار خوب. وطندارای عزیز، شما بیننده باشین و ما رو همراهی کنید. خب وطندارای عزیز، قرار است سیتا رو براتون معرفی کنیم که در برنامه قبلی دیزاین متفاوت ترشان بود و زیاد هموطنهای ما خوش کردن ستاره. این میبینین که 3 دانه گل داره و ایش 2 دانه داره که درباره ازیا بر ما ارسلان جان معلومات میتن. چقدر است وزنش؟ خود 13 گرم میه تقریبا. این گوشوارش است. همراه گوشوارا باز چند میشه؟ 15 گرم میشه. 15 گرم. بله. یک وزنش کنید شما. 16 گرم تقریبا. 16 گرم. بله. بسیار خوب. 1,33,600 افغانی. فکر کنم که امیر رقم است. بله. 1,33,600 افغانی. 600 افغانی. به دلار باز چند میشه؟ 2030 دلار. 2030 دلار. 16 گرمش. 16 گرمش. بسیار تیپ خوبش هم داره و سبک هستن اینا. بله اینا در وزن در مقاومت چیزایی هیچ بسیار مشکل راحت نداره. هستن. بله. بسیار خوب. و دیزاین بعدیش این دیزاین های دوستا که زیاد خانم‌ها به خاطر از این خوش میکنن که یک چیز متفاوت هستن. نه همیشه پوش است. همیشه پوش هیچ هستن. میمانی روزمره اینا هم استفاده کنه میتونن. با مستیلای هم محفل باشه، میمانی باشه، هر چی که باشه شما میتونید استفاده کنید. چون هم راحت است، هم یک شیپ بسیار مقبول داره و در جسامت هم کلان است. در جسامت هم کلان است. کلان است. بله دوستا میبینید تقریبا 3 دانه قسمتش زنجیر کار شده. بسیار مقبول. اینو وزن کنیم و ایام از گوشوارش است. خود سیت 29 گرم میه. 29 گرم. با گوشواره باز با گوشواره 31-32 گرم میشه. بسیار خوب. 31 گرم از 8350 افغانی کنیم. 2,58,850 افغانی میشه. 2,58,850 افغانی دوستا. در دلار میشه 3,934 دلار. بسیار عالی. 3,934 دلار.
بسیار مقبول. و فعلا برای دوستا سیتای دخترانه معرفی میکنیم که ببینین اینجا کاملا دخترانه و ظریف. اینا تماما کار دست است. کار دست است. بله. بسیار مقبول از دوستا. ظرافت چه میبینین قسمت گلشه که چقدر ظریف کار شده و همون تو پرام است، یعنی جالی نیست که میده شوه یا در کالا بند شوه. بسیار اینا رو حداقل از 3 سال 4 سال زیادتر استفاده میکنن اگر همیشه استفاده کنن. اگر فقط یگان جای خاص بپوشن دیگه تا آخر عمر است. بالا اینا باز خرابی نداره. در رنگ چیزا هیچ نوع تغییرات نمیاد جنس های ما. بسیار مقبول است. ایره برام وزن کنیم. اینا وزنایشان یک چیز است یا فرق میکنن؟ یک 2 گرم 3 گرم تفاوت وزن داره. خود این سیت 9 گرم و 360 میلی هم است. بسیار عالی. همراه با گوشوارش یک 11 12 گرم میشه. و این بعدیش است دوستا که زنجیرش همون چیز است، مورک کار شده و خود گلش فرق میکنه. ببینید چقدر ظریف کار شده. عیار 18 ساخت وطن با ظرافت و زیبایی. این رو وزن کنیم. این وزنش 5 گرم و 999 میلی هم 6 گرم. 5 گرم. 6 گرم فکس. 6 گرم فکس. بله. واقعا عالی است دوستا. 6 گرم. چقدر میشه باز قیمتش سلام جان؟ 6 گرمش 50000. 50000. عالی است. همراه گوشواره باز اگه حساب کنین گوشواره یک 8 گرم میشه. 8 گرم. بله بسیار. کمتر. این 5 گرم و 600 میلی هم هستن. چقدر میشه قیمتش باز؟ 46760 افغانه. از 50000 هم پایین تر. بله. که همراه گوشواره شاید یک 60000 شود. بله 55 تا 60000 میشه. دختر خانمایی که کار میکنن ماهانه از ماش خود میخواین طلا بخرن، باز برشان اینا بسیار خوب است. قیمتای مناسب داره، ظریف است و دخترانه است. بسیار عالی. و در پهلوش بازم یادآور شم که ارسلان جان باز در گرم براتون تخفیف هم میده. 300 بله. بسیار عالی. این سیت قبلی ماست، دلارش کم وزنش هست. بله پیشتر که بود دوستا اینمی 3 دانه بود قسمت زنجیرش و یک از 2 دانه است که وزنش کمتر و مناسب تر ساخته. چقدر شاید به وزنش؟ سیت قبلی ما که گفتیم 31 گرم میآمد تقریبا. اینا باز چقدر هستن؟ این خود سیت 15 گرم میه. 15 گرم. بله. نیم از دو سیت است. بله. ولی در جسامت دوستا بسیار خوب معلوم میشه. اگر همراه با گوشوارش یک 17 گرم بگیریم 1,42,000. بسیار عالی. 1,42,000 افغانی به دلار باز چند میشه؟ 2157 دلار. 2157 دلار. عالی است. وطندارای عزیز شما بیننده باشین، ما را همراهی کنین. هموطنای ما سفارشاتی که داشتن در این برنامه قرار سفارششان معرفی کنیم. ما را همراهی کنین. قسمت که براتون گفتم هموطنای ما سفارشایی که داشتن به زرگری گوهر به چند روز آماده کردین سفارش‌ها ارسلان جان؟ اینا سفارش‌های تقریبا 10 15 روز است دیگه. بسیار خوب. والا ما سفارشات یک جایی میگیریم. تمامشون باز یک جای آماده میکنیم که باز کدام مشکلی چیزا از چی رخ نداره. اکثریت فکر کنم هموطنای ما خارج از کشور هستن اونا سفارش میدن. چون کسی که افغانستان بشه خب مستقیم میخره. بعضی جنس‌ها را که باز ما یک دانه می داشته باشیم قابل است یادآوری است. مثلا اگر گفتیم 16 گرم از این سیت است باز امکاناتش از 15.5 گرم هم باشه 17 گرم هم از ریخت به تفاوت میکنه.
باز که نداشته باشیم اینجا بودگی هم برمون سفارش میده، در ظرف یک هفته برشون آماده میکنیم. بسیار عالی است دوستان. میبینین یا هم سفارش کدام هموطن ما هست که تاج سفارش دادن. بسیار تاجای مقبول، زیبا و همونطور وزن مناسب متوسط دارن. چقدر میه وزن اینا؟ 20 گرم خواهد آمد. هر دوش یک وزن است دیگه؟ بله، یک گرم یک نیم گرم تفاوت میکنه. 22 گرم و 350 میلی هم است. بسیار خوب. چقدر میشه قیمتش؟ 1,86,600 افغانی. به دلار؟ 2,836 دلار. 2,836 دلار. و این یکی بود دوستان. بله. یا مزمو سیتایست که ارسلان جان هم به دکان جور کردن بله. و هم سفارش مشتری است. که فکر کنم این قسمت است. ولی کلانتر متفاوتر است. بله، یکم وزنش هم زیادتر است دیگه. همین گل معاینش فرق میکنه. مشتری ما هم قسم خواسته بودن و ما شکل برشون آماده کردیم. حتما عکس روان کرده بودن. بله. گفتن که همین قسمتش یک گل دیگه هم اضافه کنیم و اضافه کردیم برشون. بسیار عالی. بله دوستایی هم دیزاین دیگهش سفارش مشتری است. زنجیرش هم قسم است ولی کلش کاملا فرق داره. قسمتش هم میبینید مکمل متفاوت کار شده. بسیار خوب، بسیار مقبول. اینا رو باز به هر وزن که مشتری بخواد ان شاء الله برشون آماده میشه. این سیتای ما گفتیم دیگه. این مثلا این سیتی که نو نشان دادین اینا از 20 گرم شروع میشه تا 35 گرم داره. بسیار خوب، بسیار عالی. این سیتای ما از 15 گرم شروع میشه تا 25 گرمش هسته. بسیار عالی. و از 25 گرم بالا هم دیگه اگه بخواین میشه. هر وزنی که خواسته باشه ما برشون آماده میکنیم، چون تقاضای چیز سر کم وزن است. کم وزن از این خاطر ما کوشش فوکس اصلی ما سر وزنای کم است. بسیار عالی. و این هم از سفارش مشتری است ان شاء الله بخیر استفاده کنن. بله دوستان. این هم دیزاین بعدی. از این سیتای ما مثلا اینا از 16 گرم شروع میشه تا 64 گرمش از این سیتا داریم ما. بسیار عالی. به هر وزنی که خواستین، البته بالای 16 گرم دیگه انشالله براتون آماده میشه. این هم وزن زیادترش است در این قسمت. این سیت ما تقریبا 29 گرم میام روی گوشوارش. 29 گرم دوستان. بسیار خوب. دیگه دوستا سفارش ها زیاد است و دیزاین هاش هم فرق میکنن. انشالله که به خیر خوبی استفاده کنن. سیتای دامنی دوستا به وزنهای مختلف که ایران هموطنهای ما سفارش دادن. ببینین هر کدامش از خود وزن مختلف دارن. سیتای عربی از دیگه اینا در کشورهای عربی زیادتر از اینا استفاده میشه. وزن زیاد فکر کنم کمترین وزن نمیاست. بله، از اینکه کم وزن امکاناتش نیست دیگه شود. 13 گرم. 13 گرم بسیار خوب است. بسیار عالی. و از این بالاتر دیگه هر چقدر خواستم میشه ان شاء الله. باشن آماده میکنیم برشون. و ایام دیزاین پشت دستی برای خواهرها و دختر خانم‌های عزیز. پشت دستی های بسیار مقبول، زیبا، دیزاین های متفاوت که هر کدامش یک دیزاین متفاوت داره. میبینین دوستان اینا کلش سفارش هستن؟ بله، اینا همه سفارش هست، آماده صاحباشون میگیرن. بسیار مقبول. عیار 18 ساخت وطن. ما فعلا دیگه اکثریت مشتری ما از خارج می باشن. باز کسایی که در خارج هستن ساخت وطن واقعا قدر میتن، عزت میتن و بسیار خوششان میاد وقتی که از ساخت وطن خریداری میکنن. ساخت وطن افتخار وطن است دیگه. مردمای داخل هم باید قدر عزت بدن چون بسیار زیاد رول داره بالای اقتصاد کشور و واقعا جای افتخار است. کشور ما میتونه با چنین شرایط و مثلا کمبودیایی که دارد از لحاظ تکنولوژی و نظر به کشورهای دبی و کشورهای عربی که اونا چقدر امکانات برشان فراهم است، کشور ما با مقایسه با اونها قدر یک دیزاین مقبول میسازه. واقعا جای افتخار است. کسایی که از ساخت خارجی رو میگیرن مطمئن باشن حداقل 7-8 دلار پول اضافی رو پرداخت میکنن که فردا روز اگه تبادله کنن یا فروش کنن اون رو به دست آوردن نمیتونن. بله چون خودشون هم اونا کم میکنن. بار تجربه کردن، فهمیدن. حالا از فعلا
سر ساخت وطن زیادتر توجه است، زیادتر میخرن، زیادتر خوش میکنن. ما کوشش ما همی هستن که همون تقاضایی که مشتری ما دارن همون را برشون برآورده کنیم. این هم دوستا دیزاین های مختلف با وزنای مختلف داره. بسیار عالی. وطندارای عزیز فعلا براتون انگشترهای موری را معرفی میکنیم که زیاد هموطنای ما تقاضا میکنن و بسیار مود هم شده در این وقتا. دختر خانما و خانما زیاد دوست دارن. میبینین چقدر مقبول کار شده. رنگش شما ببینین، ظرافتش ببینین. این ساخت وطن خود ماست عزیزا. بسیار ظرافت و زیبایی کار شده. چقدر میه وزنای از اینا؟ این انگشتر ما 6 گرم 3 گرم و 640 میلی هم است. بسیار خوب. و این کلانترش او را قیمتش بر ما بگوین باز. $30,400 افغانی. این 3400 افغانی میشه دوستا. این انگشتر ما فیکس 6 گرم است. 6 گرم. چقدر میشه باز قیمتش؟ 50,100 افغانی. 50,100 افغانی. بسیار عالی. و ایشو بر ما وزن کنین. 3 گرم و 960 میلی هم. 33,000. 33,000 افغانی. این یک کم بر ما وزن کنین. چقدر است وزنش؟ 4 گرم و 333 میلی هم. بسیار خوب. 36,150 افغانی. بسیار عالی. ایران وزن کنین. 5 گرم و 120 میلی هم. بله دوستان. 5 گرم و 120 میلی است که 42,750 افغانی میشه. 42,750 افغانی. بسیار مقبول. دیزاین های بسیار عالی با رنگ و ظرافت بسیار خوبش. وطندارای خوب نازنین، در این برنامه کوشش کردیم براتون دیزاین های کاملا جدید معرفی کنیم. در پهلوش معلومات که ارسلان جان در مورد زکات بر ما دادن. بسیار زیاد تشکر میکنیم. من همچنان از شما تشکری خاص میکنم. سلامت باشید. وطندارای خوب نازنینم، سپاسگزار شما همچنان هستم که مثل همیشه بیننده برنامه ما هستین و ما را حمایت میکنین. کانال یوتیوب پنجره افغانستان را لایک کنین و سابسکرایب کنین، با دوستایتان شریک بسازین تا از بهترین برنامه ما بخصوص برنامه طلا و جواهرات با خبر شوند. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.